بسم الله الرحمن الرحیم. بینندگان محترم شبکه خبر، سلام، شب شما بخیر. خیلی خرسندیم از اینکه همچنان با شبکه خبر همراهی میکنید و امیدوار هستیم در حد بضاعت و ظرفیتی که در اختیار داریم به وظیفه اطلاع رسانی خودمون در میانه این جنگ بتونیم عمل کرده باشیم و رضایت خاطر شما رو فراهم کرده باشیم. نه صرفاً ارائه اطلاعات و اخبار، بلکه در کنار اون تحلیل‌های متفاوت از ابعاد مختلف این جنگ رو هم با شما در میون بگذاریم با حضور کارشناسان محترمی که افتخار میدن و در شبکه خبر حاضر میشن. اما امشب بنا داریم که یه مقداری راجع به میدان صحبت بکنیم، به ویژه اینکه تقریبا یک هفته، بیش از یک هفته از جنگ رو، از آغاز جنگ پشت سر گذاشتیم و ببینیم که در هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم از شنبه گذشته تا این شنبه چه اتفاقاتی در میدان افتاده به صورت تحلیلی و اخبار متقن مستدل و قطعی که رخ داده و بعد ببینیم که پیش‌بینی‌ها برای آینده چه هست و چه چیزهایی پیش بینی میشه. برای همین دعوت کردیم از حضور سردار ناینی، سخنگوی محترم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، تا خیلی دقیق‌تر بتونیم راجع به هفته پشت سر گذاشته شده صحبت بکنیم. سردار خدمت شما سلام عرض می‌کنم. خیلی خوش آمدید. شهادت رهبر معظم انقلاب، جمعی از فرماندهان به ویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو خدمت شما تسلیت عرض می‌کنم و بیش از همه یک خدا قوت جانانه به شما و همه همرزمان شما در کل نیروهای مسلحی که این روزها جانفشانی می‌کنند. بسم الله الرحمن الرحیم. اولا سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی و همه بینندگان عزیز در سرتاسر کشور. امیدواریم که همه ملت ایران از برکات ماه رمضان برخوردار باشن و قبل از هر چیزی شهادت زعیم عالی قدر جهان اسلام، رهبر محبوب آزادگان جهان، پدر امت اسلام و ستون اقتدار و ایستادگی ایران اسلامی، فرمانده معظم کل قوا حضرت آیت الله عظما امام خامنه عزیز رو و تعدادی از اعضای خانواده اون عزیز رو تبریک و تسلیت عرض میکنم. همچنین شهادت پر افتخار جمعی از فرماندهان نامدار ایران اسلامی، سرداران و امیران نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، سرداران و امیران مجاهد با اخلاص، مردان میدان و شهادت اقشار مختلف ملت ایران، اقشار مختلف مردم ایران، به ویژه دانش آموزان معصوم دبیرستان دخترانه میناب رو که قربانی جنایت دشمن شدن تسلیت عرض میکنم و آرزوی علو درجات برای همه این عزیزان دارم. قطعا خون پاک این شهدا تومار دشمنان ملت ایران رو در هم میپیچه و ملت بزرگ ایران با این شهادت ها جدیتر، مصممتر، منسجمتر پای کار نظام جمهوری اسلامی آمدن. خیلی متشکرم. برای مردم که واقعا دست مریضات دارن و هر آنچه که داریم از حضور مردم در صحنه و قوام این نظام به برکت حضور مردم هست. از شنبه گذشته تا به امروز اگر بخوایم بررسی بکنیم، روند جنگ رو ممکنه بفرمایید که به چه سمتی پیش رفته و در ادامه حالا خواهیم پرداخت که چگونه ادامه پیدا خواهد کرد. ببینید 7 روز از آغاز یک جنگ تمام عیار، همه جانبه، یک تجاوز نظامی در تاریخ معاصر منطقه غرب آسیا، خاورمیانه گذشت. ارتش تروریستی آمریکا و رژیم صهیونیستی در روز شنبه 9 اسفند 1404 طی یک عملیات مشترک با بیش از 50,000 نیروی نظامی، 2 ناو هواپیمابر، 200 جنگنده پیشرفته و بمبک
شکنهای راهبردی، ناوشکنها، موشک‌اندازهای آمریکایی و زیردریایی های اتمی، بعد صریحاً هدفی رو اعلام کردن و اون هدف تغییر نظام جمهوری اسلامی بود و یک تعارض و تجاوز گسترده‌ای رو به سرزمین ایران انجام دادن. خب 3 محاسبه غلط داشتن. نخست گمان کردند که با ترور رهبر معظم انقلاب اسلامی ظرف 48 ساعت همه چیز فرو خواهد ریخت. دوم تصور کردند که این جنگ در 3 روز به پایان خواهد رسید. و سوم پیشبینی آمریکایی‌ها این بود که یک ائتلاف منطقه‌ای و بین‌المللی علیه ایران شکل خواهد گرفت. هر 3 محاسبه با یک شکست تاریخی فضاحتبار روبرو شد. مشخص شد که دشمن فهم درستی از ساختار و قدرت سیاسی، نظامی و اجتماعی جمهوری اسلامی نداره. فرض دشمن ایران ضعیف بود و آنچه که در هفته‌ای که گذشت با آن روبرو شد نه یک ایران ضعیف، بلکه یک ایران قوی، منسجم و آماده. و این ادراک جهانی شد، منتقل شد که جمهوری اسلامی ایران شکست ناپذیره و در این جنگ هم شکست ناپذیرتر تجلی پیدا کرد. این شوک اولیه جنگ بسیار جدی بود، مهار شد به سرعت و 2 ساعت بعد تهاجم ما علیه دشمن خارج از محاسبات، حملات موشکی ایران آغاز شد. خب ما تو این هفته‌ای که گذشت چند شکست راهبردی رو در هفته اول شاهد بودیم. شکست اول ترور رهبر معظم انقلاب بود که طرح دشمن فروپاشی بود. خب محور اصلی دکترین آمریکا بر این فرض استوار بود که نظام جمهوری اسلامی یه سیستم قائم به شخص داره و با ترور رهبر عالی جمهوری اسلامی هرج و مرج و خلأ قدرت ایجاد میشه و از این جهت شکست خورد. به سرعت این شوک مهار شد، بازیابی قدرت شکل گرفت، با واکنش مردمی عظیم دشمن مواجه شد. خب شورای رهبری به صورت موقت، شورای موقت رهبری تشکیل شد و دستور آفند علیه دشمن داده شد و به سرعت عملیات آفندی علیه دشمن آغاز شد. خب حمله به مقرهای نظامی انجام شده بود، انتظار آشوب بود. تصور دشمن هم این بود که وقتی مقرهای نظامی و انتظامی رو مورد هدف قرار میده، دستگاه دفاعی، ساختار دفاعی دچار فروپاشی میشه. خب بعد از شهادت فرماندهان ارشد و هیچ خلأ و توقفی دیده نشد. فرماندهان بعدی با صلابت، با اقتدار بیشتر به میدان آمدن، نفس دشمن رو گرفتن. خب با 26 موج عملیات، شکست سوم دشمن این بود که طرح اونها تخلیه شهرها بود، فروپاشی اجتماعی بود و دشمن دنبال ایجاد وحشت بود، ایجاد رعب بود و تخلیه مراکز جمعیتی. نه تنها شهرها تخلیه نشد بلکه مردم به میدان آمدن. همین حضور شبانه‌ای که در سرتاسر کشور می‌بینیم، وحدت و انسجام و حضور خودشون رو به رخ دشمن کشیدن. اقشار مختلف مردم به میدان آمدن.
خیلی عجیب بود. نسل‌های مختلف، قشرهای مختلف مردم، جوانان، نوجوانان، خانوادگی، خیلی از گروه‌های اجتماعی در قالب اجتماعات خیابانی به میدان آمدن. گزارش‌هایی که ما از بعضی از شهرها داریم، حضور جمعیت در میدان‌های اصلی شهر در سرتاسر کشور در بعضی از شهرها از متوسط حضور جمعیت 22 بهمن ها بیشتر بود. خب در هفته‌ای که گذشت همزمان همرزمان ما در ارتش جمهوری اسلامی هم به میدان آمدن، هم در آفند هم در پدافند. به خوبی حملات مختلفی رو علیه رژیم صهیونیستی و علیه پایگاه‌های آمریکایی، هم نیروی هوایی، زمینی، دریایی و پدافند ارتش و اقدامات ارتش جمهوری اسلامی همزمان با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی واقعا تحسین برانگیز بود و این هم در برآورد دشمن هرگز نبود. حمله به رسانه ملی انجام شد و هدف هم این بود که صدای جمهوری اسلامی رو قطع کنن، اما با تمهیدات و تدابیری که پیش بینی شده بود یک لحظه صدا و تصویر قطع نشد. یک کار بزرگی بود در شرایط جنگ. شکست آخر دشمن این بود که تمهید کردن، تدبیر کردن برای گروه‌های تروریستی معاند نظام در جدار مرز. سرویس‌های جاسوسی CIA، موساد، بعد از همین گروه‌های تجزیه طلب، گروه‌های تروریستی در جدار مرز خواسته بودن وارد عمل بشن، ولی اینو در گزارش‌های شبکه‌های تلویزیونی جهانی مثل CNN داریم که صریحاً مطرح می‌کنه که سرویس جاسوسی CIA در مسلح کردن نیروهای معاند فعال وارد میدان شد. شخصاً تماس با سران اینها تماس میگیره و از اینها میخواد که سریع وارد عمل بشن، ولی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، دستگاه اطلاعاتی ما با کمک مقاومت عراق قبل از اینکه اینها تحرکی از خودشون نشون بدن با دهها عملیات پهپادی و موشکی مقرهای گروه‌های معاند تجزیه طلب رو در شمال غرب ایران، منطقه اقلیم، هدف قرار دادن و با قدرت در هم کوبیدن. بسیار. و در شکست‌های حوزه راهبردی شما برخی از شکست‌ها رو اشاره کردید. شکست‌هایی که در حوزه راهبرد به دشمن در طول 7 روز گذشته وارد کردیم شامل چه مواردی بود؟ ببینید، در هفته‌ای که گذشت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران یک عملیات غرورآفرین پردستاوردی رو به نام وعده صادق 4 که تا لحظاتی قبل موج 26م این عملیات انجام شد. این عملیات در مقایسه با عملیات جنگ 12 روزه وعده صادق 3 جغرافیای عمل بسیار گسترده‌ای داشت. فانک اهداف بسیار گسترده بود و در تاریخ نظامی ایران این عملیات واقعا بی سابقه بود. این جنگ جغرافیای اقدام وسیع داشت، اهداف هم متنوع بود. در مقایسه با جنگ 12 روزه ما 26 موج عملیات ممتد مستمر داشتیم و منطقه نبرد ما از شمال اقیانوس هند شروع میشه تا سرزمین‌های اشغالی. 2.5 کیلومتر مربع منطقه نبرده. در جنگ 12 روزه 25 کیلومتر مربع، یعنی یک سرزمین احصار شده، محصور شده امنیتی رژیم صهیونیستی. منطقه هدف ما، بانک اهداف ما، سرزمین‌های اشغالی بود. این نبرد کاملا متفاوتی بود.
600 عملیات موشکی تا الان انجام شده. انواع اقسام موشک‌های بالستیک، موشک‌های کروز با سوخت جامع، سوخت مایع و 2600 عملیات پهپادی تا الان در هفته اول جنگ داشتیم. هدفگیری ها، اصابت ها بسیار موفق بوده. بیش از 200 نقطه در پایگاه ها و تأسیسات آمریکایی، اهداف و منافع آمریکایی هدف قرار گرفته و هدف هایی که در سرزمین های اشغالی زیر ضربات حملات موشکی و پهپادی قرار گرفت. حجم آتش نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در 3 روز نخست جنگ برابر است با کل جنگ 12 روزه و مردم در سرزمین‌های اشغالی دائما آژیر و پناهگاه و فرار رو دارن تجربه میکنن. همین روند هم ادامه داره و شکننده تر هم خواهد شد در روزهای آینده. سنتکام در اطلاعیه رسمی خودش مطرح کرد که بیش از 500 موشک بالستیک و 2000 پهپاد به سمت هدفهای آمریکا و سرزمین‌های اشغالی از جمهوری اسلامی شلیک شده. حدود 60% از توان آفندی ما آتش موشک‌ها و عملیات‌های پهپادی ما به سمت پایگاه‌ها و منافع راهبردی ایالات متحده آمریکا در سطح منطقه است و 40%ش به سمت اهداف رژیم صهیونیستی هدایت شده. آمریکایی‌ها رو ما طراح اصلی این جنگ میدونیم و به همین جهت در اولویت مجازات هستند. آمریکایی‌ها 70 سال در این منطقه پایگاه نظامی ایجاد کردند. در این چند روز جنگ، 1 هفته جنگ، بسیاری از سامانه ها، زیرساخت های این پایگاه ها نابود شده. به تدریج عکسای ماهواره‌ای که مربوط به قبل از جنگ و بعد از جنگ هست، این موفقیت و دقت عملیات رزمندگان اسلام رو آشکار خواهد کرد. در روزهای آینده این تصاویر انشاءالله منتشر خواهد شد. مقر ناوگان 5 آمریکا در منطقه، ناوگان دریایی آمریکا در منطقه هدف قرار گرفت. پایگاه هوایی العدید چندین نوبت زیر ضربات حملات موشکی و پهپادی قرار گرفت. پایگاه‌های ارتش تروریستی آمریکا در منطقه، عریفجان، علی‌السلام، موفق، الظفره، الجفیر، شیخ عیسی، همه پایگاه‌هایی که مبدأ تجاوز، مبدأ حمله به جمهوری اسلامی بودن، در چندین نوبت زیر ضربات حملات موشکی و پهپادی ما قرار گرفتن. 17 شناور آمریکایی رژیم صهیونیستی و متحدان رژیم صهیونیستی هدف قرار گرفته شد و 2 موردش همین امروز بعد از ظهر هدف حملات موشکی و پهپادی قرار گرفت، همزمان با 2 موج عملیاتی که امروز بعد از ظهر به عنوان موجهای جدید عملیات وعده صادق 4 داشتیم. در سرزمین‌های اشغالی پردیس حکومتی رژیم صهیونیستی، ستاد فرماندهی کل ارتش، وزارت دفاع، وزارت جنگ رژیم صهیونیستی، فرودگاه بین‌المللی بن‌گوریون، پایگاه هوایی رامات دیوید و پایگاه دریایی رژیم که لنگرگاه ناوهای جنگی هست در منطقه در بندر حیفا و مجتمع صنایع نظامی رژیم در بیت الشمس و اشدود و زیرساخت‌های راهبردی رژیم صهیونیستی در منطقه بنی براک و بسیاری از
اهداف مهم زیرساختی در بئر الصبر اینا هدف قرار گرفته. چندین نوبت زیر ضربات حملات جمهوری اسلامی قرار گرفتند. مهمترین دستاورد نظامی در هفته‌ای که گذشت کور کردن چشمان راهبردی و فلج کردن شبکه پدافندی یکپارچه آمریکا در منطقه است. اصالت‌هایی که به پایگاه‌های آمریکایی و رژیم صهیونیستی وارد شده خیلی برای خود اونها متحیر کننده است. رسانه‌های غربی هم به بخشش پرداختن. مثلا شبکه تلویزیونی CNN و نیویورک تایمز با تحلیل تصاویر ماهواره‌ای از پایگاه‌هایی که هدف قرار گرفته مطرح میکنه تجهیزات مخابراتی و رادارها و تجهیزات اطلاعاتی در پایگاه آمریکا آنچنان هدف ضربات موشکی ایران قرار گرفت که کاملا نابود شده. خب عدد و رقم‌های اینها را هم تو رسانه‌ها گزارش دادن. مثلا رادار راهبردی FPS معروف به چشم صحرا در پایگاه هوایی سنتکام العدید 1.1 میلیارد دلار کاملا ارزش این رادار بوده، کاملا منهدم شد. یا رادار تاد TPY در پایگاه موفق 500 میلیون دلار ارزشش شده، کاملا منهدم شد. رادار تاد باز TPY در مجتمع الرؤوس و این هم کاملا منهدم شده، 800 میلیون دلار ارزشش بوده. در مجموع 7 رادار فوق پیشرفته سامانه های تاد، اکثر این سامانه هایی که کل منطقه رو تحت پوشش قرار داده بود بعد منهدم شده. نتیجهش اینه که چتر امنیتی آمریکا و اون سامانه های رصد و مقابله و پدافند کننده بخش زیادی از اینها از کار افتاده و ساقط شده. 80 پهپاد پیشرفته از انواع مختلف پهپادها توسط سامانه یکپارچه پدافند کشور هدف قرار گرفت، ساقط شد که 3 فروند پهپاد غول‌پیکر و فوق پیشرفته آمریکایی MQ-9 و 76 فروند انواع پهپادهای اسرائیلی هرمس و هرون ساقط شده. یک فروند پهپاد هرمس 900 سالم در اختیار متخصصان هوافضا قرار گرفت و یک فروند پهپاد جاسوسی اوربیتر هم کاملا منهدم شد که شبکه تلویزیونی آمریکایی CBS بخشی از اینها رو روایت کرده و به استناد اظهارات مقامات آمریکایی از دست رفتن تعدادی از پهپادهای MQ-9 رو بعد تایید میکنه. اینا در رسانه‌های مختلف بازتاب داره به صورت گسترده. ما بر اساس بند عبور بی‌ضرر در قانون بین‌المللی کشتیرانی دریاها تنها در صورتی که به بی‌ضرر بودن شناورها مطمئن بشیم اجازه عبور میدیم از تنگه هرمز. بنابراین به هیچ وجه به شناورهای آمریکا و رژیم صهیونیستی و کسانی که مستقیما وارد جنگ با ما شدن اجازه عبور ندادیم و نخواهیم داد. و حدود 300 نفتکش و کشتی کانتینر بر غول‌پیکر در 2 سوی تنگه هرمز الان متوقف هستند در چند روز. به طور طبیعی این جنگ روی قیمت نفت، روی قیمت گاز، رو بازارهای جهانی سهام و تأثیر خودش رو گذاشته. 23,000 پرواز بین المللی و میلیون ها مسافر
در فرودگاه‌های منطقه به خاطر این جنگ سرگردان هستند و بنابراین میتوان گفت که پیامدهای این جنگ برای همه مردم دنیا است و همه بازیگران بین المللی و منطقه‌ای بدانند که این پیامدها و خسارت‌های این جنگ متوجه دولت آمریکا و رژیم صهیونیستی است. من جزئیات زیادی هست از مجموع خسارت‌هایی که به آمریکایی‌ها وارد شده که فرصت پرداختن به اون انشالله حالا تعریف رو نداریم. دیگری انشالله بهش می‌پردازیم. ما تقریباً 4-5 دقیقه تا پایین این گفتگو فرصت داریم. در مجموع چقدر برای یک نبرد طولانی مدت آمادگی وجود داره سلام؟ آمادگی‌های ما فوق‌العاده است در همه ابعاد، هم در تسلیحات، هم در راهبرد، هم در تاکتیک، ابتکار عمل، ذراتخانه موشک‌های سنگین، بالستیک، کروز، انواع پهباد و شناورهای تهاجمی متناسب با یک جنگ گسترده، یک جنگ تمام عیار، یک جنگ طولانی تأمین شده. سالها مجاهدت شده، سالها کار شده. شما نگاه کنید ما در جنگ 8 ساله، در طول 8 سال جنگ 88 موشک شلیک کردیم. الان ذخایر عظیم موشکی داریم. در این 30 و چند سال بعد از دفاع مقدس کار شده، جای هیچ نگرانی وجود نداره. نیروهای مسلح توانمند ما، مقتدر جمهوری اسلامی، حداقل برای یک جنگ تمام عیار 6 ماهه پر شدت با همین ریتم فعلی آمادگی کامل دارن. موشک‌هایی که تا کنون ما استفاده کردیم عمدتاً مربوط به نسل‌های اول و دوم هست، عمدتاً تولید سالهای 91 و 2 و 3 هست و در 10 سال اخیر آنچه که تولید شده ما اصلا استفاده نکردیم، در شرایطی که تولید در سالهای اخیر چند برابر شده. در فاصله بین جنگ 12 روزه و جنگ رمضان به اندازه چند سال موشک تولید شده و این هم به برکت همه عزیزان در وزارت دفاع جمهوری اسلامی، در هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و شهدای عزیزی که در این مدت تدبیر کردن، مثل فرمانده مقتدر شهیدمون شهید پاکپور. مجاهدت های ایشون این ظرفیت ها رو تو این مدت به وجود آورد. به نظرم 2 تا مطلب باقی میمونه، یکی پیام جناب عالی برای کشورهای منطقه و بعد صحبتی که با مردم دارید. خب روشن است ما در کنار کشورهای منطقه از یک امنیت مشترک برخوردار هستیم، دغدغه‌های مشترک داریم. به صراحت هم به کشورهای منطقه اعلام میکنیم، همچنان که رئیس جمهور محترم امروز فرمودن، حاکمیت کشورهای همسایه مورد احترام ماست. کشورهایی که سرزمینشون و امکاناتشون در اختیار ارتش تروریستی آمریکا قرار نگرفته قطعاً مورد تهاجم عملیات‌های ما نیستن، هدف نیستن برای ما. جمهوری اسلامی در این جنگ برای دفاع از منافع ملی خودش، سرزمین خودش وارد عمل شده. پاسخ به تجاوز دشمن رو حق مسلم خودمون میدانیم. جنگ رو ما تا تنبیه کامل متجاوزین آمریکایی و صهیونیستی قطعاً با قدرت و پرشتابتر و مخربتر ادامه میدیم. پایگاه‌های نظامی آمریکا در هر نقطه‌ای از منطقه که باشه هدف قانونی ماست. همچنان زیر ضربات موشکی ما خواهد بود. ما هیچ رفتاری خلاف قواعد بین المللی نداشتیم. این آمریکاست که برخلاف قواعد بین المللی به یک کشور عضو آژانس انرژی اتمی که عضو معاهده NPT حمله کرده. ما هیچ دشمنی با کشورهای منطقه نداریم. برای حفظ
صلح و ثبات منطقه آماده همکاری هستیم. همچنان که عرض کردم رئیس جمهور محترم فرمودن ما هیچ تقابلی با کشورهای منطقه نداریم، ولی پایگاه‌های آمریکایی رو در کشورهای منطقه جز سرزمین‌های اونها نمیدانیم. از اون پایگاه‌ها به اهداف منافع ملی ما تعرض شده، حمله شده. امنیت کشورهای منطقه برای ما مهمه، تردیدی نیست. در عین حال حمله به اهداف منافع آمریکا، پایگاهاشون تأسیسات آمریکایی که در تعرض به کشور ما از این پایگاه ها استفاده شده با قدرت ادامه داره. مواضع سپاه هم همون مواضع و به آنچه هست که در بیانیه قرارگاه خاتم الانبیا مطرح شد در برنامه و روند جنگ هیچ تغییری وجود نداره. تغییر فقط از این جهت هست که ضربات ما کوبنده تر خواهد بود انشالله. و اینکه برای مردم چه پیامی میدین، چه صحبتی با مردم دارید؟ خب مردم عزیز ما که به حمدالله هوشمند، همیشه در صحنه و مؤلفه اصلی اقتدار و قدرت واقعی نظام جمهوری اسلامی هستن، به لحظه به میدان میان، خودشون از فهم و بصیرت عالی برخوردار هستن. فقط باید بدانن که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی با وجود شهادت فرماندهان عزیزشون همچنان هم‌افزا، هماهنگ و تهاجمی در میدان هستن و عمل میکنن. هیچ نگرانی نباید داشته باشن مردم از این جهت. هیچ توقفی در اجرای عملیات نیست. دشمن با فرض ایران ضعیف وارد جنگ شد و با ایران قوی منسجم و نیروی مسلح مستحکم مواجه شد. اونا برای تسلیم ایران اومدن، اما ملت ایران اینها رو به زانو در آوردن و خودشون متحیرن، درماندن و به هم ریختن و اعتراف میکنن که همین محاسباتشون غلط بود. ما مجری آخرین فرمانده کل قوای شهیدمون امام خامنه‌ای عزیز که دستور پاسخ در مقیاس جنگ منطقه‌ای دادن، با قدرت، با دقت و با پیروزی انشاءالله، با نصرت خدای متعال به فضل الهی به اجرا در میاریم و قاطعانه دنبال میکنیم. ایران بعد از این جنگ ایران پیروز بر آمریکا و یک ایران جدید قدرتمند خواهد بود. صبر کنیم، مقاومت کنیم، ایستادگی کنیم، به نصرت الهی هم امیدوار باشیم. ولینصر الله من ینصره ان الله لقوی عزیز. انشالله. خیلی متشکرم از شما. یه چند تا نکته حالا توی زمان باقی مانده که دوستان به ما فرصت بیشتری رو دادن که بتونیم صحبت بکنیم، بحث شکست دیپلماتیک و انزوای جهانی آمریکایی است. از این منظر شرایط آمریکایی‌ها رو در این مکالمه شما چطور می‌بینید؟ آمریکایی‌ها به دنبال ائتلاف منطقه‌ای و ائتلاف جهانی بودن و با واکنش هایی که در سطح دنیا شکل گرفت توسط قدرت های مختلف، واکنش هایی که در سطح منطقه بود، بعد در این هدف مطلقا شکست خوردن و هیچ همراهی دیده نشد و آمریکایی‌ها در جنگ با ایران اسلامی فقط صهیونیست‌ها رو همراه خود دارن که صهیونیست‌ها هم امتداد آمریکا در منطقه است و به طور قطع آمریکا دچار استیصال جدی است و هرچی جلوتر بریم در ساعت‌ها و روزهای آینده این استیصال بیشتر خواهد شد. انشالله. خیلی متشکرم سردار نوئینی، سخنگوی محترم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، از حضور جناب عالی در این برنامه شبکه خبر و خدا قوت میگیم به جناب عالی و همه همرزمانتون در همه قوای مسلح و دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی. ممنون از شما، با تشکر از شما که همچنان شبکه خبر رو همراهی میکنید.